سلام، من ناهیدم، 50 سالمه و امشب شب تولدمه. یه شب سرد پاییزی که همه دورم جمع شده بودن. دخترم، دامادم، نوه‌ها، چند تا از دوستای قدیمی و البته خواهرم نسرین. تولد 50 سالگی آدم با بقیه تولدها فرق داره. نه فقط به خاطر عددش، نه، به خاطر اینکه انگار یه جورایی منتظری دنیا چیزی بهت نشون بده که توی این 50 سال نفهمیدی. یه پرده رو کنار بزنه. و دقیقاً همین اتفاق برای من افتاد. دقیقاً امشب. وقتی شمعه رو فوت کردم، همه دست زدن و خندیدن. صداها تو گوشم میپیچید، ولی یه جای دلم خالی بود. همون لحظه نسرین از کیفش یه جعبه کوچیک درآورد، قهوه‌ای رنگ با یه روبان طلایی. گفت: ناهید جان، این هدیه‌ات خاصه. باید تنها بازش کنی. امشب وقتی مهمونا رفتن. نگاهش عجیب بود، یه جوری که هیچ وقت ندیده بودم. انگار میخواست یه چیزی بگه ولی نمیتونست یا نمیخواست. شب که شد، مهمونا رفتن، خونه ساکت شد. حتی دخترم هم زود خوابید. من موندم و اون جعبه کوچیک که روی میز عسلی کنارم بود. چایی ریختم، نشستم و جعبه رو باز کردم. تو دلش یه نامه بود با یه خط آشنا، یه کاغذ تا خورده زرد شده ولی هنوز بوی قدیم میداد، همون بویی که آدمو پرت میکنه وسط خاطره هایی که ترجیح میدی فراموششون کنی. با دستای لرزون بازش کردم. اولین جملهش این بود: ناهید، قبل از اینکه دیگه خیلی دیر بشه، باید یه چیزی رو بدونی، یه چیزی که حقته بدونی، حتی اگه ازم متنفر بشی. خوندم کلمه به کلمه و با هر جمله انگار یه تیکه از زمین زیر پام کنده میشد. نمیتونستم پلک بزنم، نامه توی دستام بود ولی دیگه تصویر واضح نمیدیدم. نسرین چی میخواست بگه؟ چی تو دلش مونده بود که 50 سال نگفته بود؟ نفس عمیق کشیدم. دوباره شروع کردم از اول خوندن. شاید ذهنم اشتباه برداشت کرده. ناهید، تو خواهر منی ولی نه اونطور که همیشه فکر می کردی. تو دختر منی ناهید، نه خواهر کوچیکترم. دخترم هستی. قلبم ایستاد. نه، مگه میشه؟ این یه شوخی بیرحمانه است. من دختر نسرینم؟ مگه نسرین فقط 6 سال از من بزرگتر نبود؟ دوباره خوندم. خط به خط، جمله به جمله. نسرین نوشته بود: اون سالی که فقط 16 سالم بود، توی یه مهمونی یه اشتباه بزرگ کردم. اشتباهی که تا امروز هنوز بهای سنگینشو میدم. تو حاصل اون اشتباهی. ولی نه، اشتباهی که بخوام انکارش کنم. نه، تو زیباترین درد زندگیم بودی. دستم میلرزید. نمیتونستم ادامه بدم. نامه از دستم افتاد. قلبم توی گلوم میزد. نسرین؟ اون خواهرمه؟ یعنی مامانمه؟ پس اونایی که بزرگم کردن چی؟ مامان و بابایی که همیشه میگفتم خدا حفظشون کنه. اونا چی بودن؟ پدر و مادر خوانده؟ همه عمرم رو با دروغ زندگی کردم؟ رفتم سمت آلبوم خانوادگی. نشستم کف پذیرایی، شروع کردم ورق زدن. دنبال چی بودم؟ یه نشونه؟ یه نگاه مشکوک؟ و عجیب بود. حالا که ذهنم بهم هشدار داده بود، توی نگاه مادر سابقم یه ترسی بود، یه تردید، یه نوع فاصله‌ای که هیچ وقت نفهمیده بودم دلیلش چیه. و نسرین همیشه زیاد مراقبم بود. همیشه یه جور محافظه‌کارانه رفتار می‌کرد. بیشتر از یه خاله، بیشتر از یه خواهر. انگار می‌ترسید یه وقت آسیب ببینم. اون شب تا صبح بیدار موندم. نامه رو 100 بار خوندم. ذره ذره گذشته مثل یه فیلم اومد جلو چشمم. و حالا فقط یه سوال داشتم. چرا الان؟ چرا شب 50 سالگیم؟ و مهمتر از اون، حالا که اینو فهمیدم باهاش چیکار کنم؟ صبح که شد چشمام میسوخت. نه فقط از بیخوابی، از چیزی که شب قبل فرو ریخته بود.
تمام یک عمر، تمام چیزی که درباره خودم میدونستم یک دفعه زیر سوال رفته بود. نسرین حدود ساعت 10 صبح پیام داد. ناهید، هر وقت بیدار شدی فقط بگو کی ببینمت. نه تبریک تولدی، نه حرف معمولی. فقط همین. انگار میدونست الان چه حسی دارم. انگار خودش هم از شب قبل نخوابیده بود. چای دم کردم، نشستم کنار پنجره، اما هیچ چیزی پایین نمی رفت. صدای عقربه ساعت رو اعصابم بود. بالاخره نوشتم ساعت 3 بیا. 3 بار پیام رو پاک کردم و دوباره نوشتم و تا بالاخره فرستادم. 3 نقطه تایپ کردنش ظاهر شد. بعد ناپدید شد. دوباره ظاهر شد. آخرش فقط نوشت باشه. تا ساعت 3 هر لحظه 1000 جور فکر از ذهنم رد شد. اگه حقیقت داشته باشه چی؟ اگه همه عمرم نقش بازی کردن بوده؟ اگه مادر سابقم از این موضوع ناراحت بوده؟ اگه اون همه سردی هایی که گاهی حس می کردم دلیلش همین بوده؟ و مهمتر از همه، پدر واقعی من کیه؟ ساعت 3 زنگ در خورد. پام سست شد. باورم نمیشد اینقدر روبرو شدن با یک نفر سخت باشه. حتی اگه اون نفر خواهر یا مادر یا هر چی که بود باشه. در رو که باز کردم، نسرین با همون چهره همیشگیش اونجا ایستاده بود، اما نگاهش یک جور لرزش داشت. همیشه مرتب، همیشه محکم. ولی امروز انگار 50 سال پیرتر بود. بی هیچ کلمه‌ای وارد شد. روبرو هم نشستیم. فقط چند ثانیه سکوت بود. سکوتی که انقدر سنگین بود که حس کردم هوا کم اومده. گفت نامه رو خوندی؟ گفتم چرا؟ نگاهش رفت سمت میز، بعد دوباره برگشت سمتم. چون نمیتونستم بمیرم و تو هنوز فکر کنی من فقط خواهرت هستم. نمیتونستم این بارو با خودم ببرم. گفتم چطور ممکنه؟ تو فقط 6 سال از من بزرگتری. یعنی اصلاً چجوری؟ نسرین دستهاشو گره کرد. برای اولین بار دیدم که چطوری دستهاش میلرزه. آروم گفت میدونم غیر ممکن به نظر میاد، اما واقعیت اینه که تو رو وقتی خیلی کم سن بودم به دنیا آوردم. این حقیقت لعنتی از همون روز اول تصمیم بقیه نبود که فاش بشه. تصمیم مادرمون بود. گفت آبرو از همه چیز مهمتره. گفت تو رو دختر خودش اعلام میکنه و داستان تموم میشه. گفت من هنوز بچه‌ام، نمیتونم مادر باشم. صدام شکست. و تو قبول کردی؟ چشمهاشو بست. نه، من انتخابی نداشتم ناهید. هیچ کس ازم نپرسید. فقط گفتن یا سکوت میکنی یا هر دومون نابود میشیم. اون زمان من اونقدری بچه بودم که باور کنم دنیا همون چیزیه که بزرگترا میگن. حرفهاش مثل پتک میخورد به سرم. فکر میکردم شاید جوابها آرومم کنه. اما بدتر شدم. انگار یه آبشار حقیقت پشت سر هم میومد. گفتم پس پدرم؟ نسرین سرشو بلند کرد. چشماش پر اشک بود اما اجازه نمیداد جاری بشن. گفت اون یه راز دیگه است. رازی که گفتنش از همین چیزی که شنیدی سخت‌تره. نفس حبس شد تو سینم. نسرین ادامه داد اما اگه میخوای بدونی باید آماده بشی که زندگی قبل از شنیدنش خیلی راحت تر از بعدشه. انگار زمان برای چند ثانیه ایستاد. نسرین گفت پدر واقعیت و بعد سکوت کرد. جوری که انگار دنیا روی گلوی من فشار می آورد. حتی چایی روی میز هم سرد شده بود، اما هیچ کدوم جرأت نداشتیم لیوان هامونو دست بگیریم. نسرین آروم گفت قبل از اینکه اسمشو بگم باید بدونی هیچ اتفاق اشتباهی بین ما به زور یا خشونت نبود. هیچ چیز خارج از کنترل. فقط ناپختگی، اشتباه، بچگی. میخوام بدونی که هیچ اتفاقی توش آسیب نبوده. این اولین باری بود که یه نفس عمیق کشیدم. لااقل یک ترس از ذهنم پاک شد. اما سوال بزرگ هنوز بود. گفتم باشه، حالا بگو. پدرم کیه؟
نسرین به فرش نگاه کرد. انگار دنبال کلمه‌ای می‌گشت که 50 سال زیر خاک رفته بود. چند لحظه طول کشید تا سرشو بالا آورد. بعد با صدایی که بیشتر از همیشه می‌لرزید گفت: اسمش مهرداد بود. همسایه چند کوچه پایین‌تر. پسر یکی از خانواده‌هایی که اون سال تازه به محله ما اومده بودن. تکون خوردم. مهرداد؟ نه آشنا بود، نه خاطره‌ای ازش داشتم. گفتم: پس چرا هیچ وقت؟ چرا هیچ جا؟ نسرین نفسش را بیرون داد. چون همون چند ماه بعد از اینکه فهمیدم باردارم با خانوادش رفتن یه شهر دیگه. ما حتی نتونستیم بفهمیم چرا. هیچ کس هیچ وقت خبری ازشون نداشت. نه مهرداد میدونست من باردار شدم، نه حتی میدونست که تو به دنیا اومدی. و مامان اجازه نمیداد حتی دربارش حرف بزنم. میگفت اسمش رو بیارم خونه رو با خاک یکسان میکنه. میگفت آبرو از حقیقت مهمتره. جمله آخر رو که گفت اشک از چشمش ریخت. این اولین بار بود که توی عمرم میدیدم نسرین اونطور گریه کنه. گفتم: پس تو حتی یه بار هم دنبالش نرفتی؟ نمیخواستی پیداش کنی یا بهش بگی؟ نسرین با صدای گرفته گفت: 1000 بار، اما نمیتونستم. هر وقت حرفشو میزدم مامان تهدید میکرد منو از خونه بیرون میکنه. اون زمان یه دختر جوون بیپناه چی کار میتونست بکنه؟ تو رو به هم دادن ولی مادر بودنت ازم گرفتن. جمله‌اش بغض منو شکست. تا حالا هیچ چیز به این اندازه دردناک نشده بود. قلبم برای خودم میسوخت، برای نسرین هم میسوخت، برای سالها سکوت، سالها نقشهای اشتباه. آروم گفتم: پس من 50 ساله بدون اینکه بدونم دنبال کی بودم؟ دنبال چی؟ نسرین سرشو پایین انداخت. گفت: ناهید، اگه بخوای میتونم همه چیزو برات باز کنم. حتی اسم فامیل مهرداد رو. شاید هنوز یه جایی باشه. شاید بتونیم پیداش کنیم. ولی باید بدونی. پیدا کردنش ممکنه جواب بده. ممکنم هست هیچ کمکی نکنه. باید مطمئن باشی که آمادگیشو داری. بهش خیره شدم. قلبم مثل ضربه‌های تند روی در میکوبید. زندگیم تا 50 سالگی شکل دیگری بود و حالا در آستانه یک حقیقت تازه ایستاده بودم. آرام گفتم: اسمشو بگو. نسرین مکث کرد. بعد با صدایی که از ته سالها خاکستر می اومد گفت: مهرداد سهرابی. و درست در همان لحظه حس کردم فصل جدیدی از زندگیم شروع شد. بی اینکه بدونم قدم گذاشتن در این مسیر قرار بود کجا تموم بشه. اسمش توی سرم تکرار می شد. مهرداد سهرابی. یه اسم ساده، اما برای من یعنی همه چیز. یعنی ریشه هام، گذشتم، شاید حتی آیندم. آروم گفتم: هیچ وقت دنبالش نگشتی؟ منظورم حالا که اینترنت هست، اینستا، فیسبوک، گوگل. نسرین سری تکون داد. چرا گشتم ولی هیچ ردی ازش پیدا نکردم. انگار غیب شده، یا شاید با اسم دیگه‌ای زندگی میکنه، یا شاید اصلاً مرده. مرده؟ از شنیدن این کلمه یک دفعه یه چیزی تو دلم فرو ریخت. نه که دلم براش تنگ شده باشه. نه، من اصلاً نمیشناختمش. اما اینکه پدرم، مردی که وجود من بهش وابسته بود، ممکنه مرده باشه و من حتی چهرهشو ندیده باشم، واقعاً آزاردهنده بود. بلند شدم. رفتم سمت اتاق. از کشوی قدیمیم دفتر یادداشتای قدیمی رو درآوردم. توش اسم آدم‌هایی بود که از سالها پیش تو زندگیم بودن. معلم‌ها، همکارها، دوستای خانوادگی، حتی آدرس‌هایی از گذشته. برگشتم و دفتر رو انداختم جلوی نسرین. گفتم: اگه قرار باشه پیداش کنیم، باید از یه جا شروع کنیم. نسرین نگاهش کرد، لبخند تلخی زد. تو خیلی شبیه خود منی. یه جور سماجت خاص، همینه که همیشه ازت میترسیدم. گفتم: نترس، من دیگه بچه نیستم. گفت: نه ناهید، دقیقاً چون بزرگ شدی، الان بیشتر از همیشه باید بترسم. تا چند روز بعد من و نسرین درگیر پیدا کردن مهرداد شدیم.
هر کسی که قدیمی بود، هر محله‌ای که قبلا توشون زندگی کرده بودن، هر شماره‌ای که احتمال داشت مربوط به فامیل‌هاش باشه رو امتحان کردیم. ولی هیچ، نه تلفنی، نه آدرسی، نه عکسی. شب پنجم توی آشپزخونه نشسته بودم و به چراغ خاموش خونه روبرویی زل زده بودم که پیام نسرین رسید. فکر کنم یکی از دوستای قدیمیم چیزی بدونه. اسمش فروغ بود. اون روزا همسایمون بود. هنوز شماره‌شو دارم. 1 ساعت بعد با فروغ تماس گرفت. من فقط نگاهش می‌کردم و صداشو نمی‌شنیدم، اما از تغییر رنگ صورتش فهمیدم چیزی شنیده. چیزی جدی. تماس که قطع شد، نسرین با مکس گفت فروغ گفت چند سال پیش توی بیمارستانی توی کرج کار میکرده. اونجا یه مردی به اسم مهرداد سهرابی بستری بوده. سنش تقریباً میخولده. ولی بعدش مرخص شده و دیگه کسی ندیدش. سریع گفتم کدوم بیمارستان؟ اسمشو گفت. تا فردا صبح زود اونجا بودم. همه مدارکم رو نشون دادم. گفتم دنبال مردی هستم به اسم مهرداد سهرابی. احتمالاً پدرم باشه. التماس کردم، گریه کردم، قسم خوردم. یکی از پرستارهای مسن اونجا وقتی اسم مهرداد رو شنید یه لحظه نگاهم کرد. یه نگاهی که انگار ذهنش فلشبک خورد. گفتم میشناختینش؟ آروم گفت یه مرد ساکت، متین، چشمهاش همیشه پر از فکر بود، تنها می اومد، تنها می رفت. بعد مکس کرد. ولی یه بار که حالش خوب نبود، وقتی روی تخت افتاده بود، زیر لب گفت ناهید، دخترم، ببخش. اون لحظه دنیا دور سرم چرخید. اشکام بی صدا ریخت. نسرین پشت سرم بود. دستمو گرفت. گفت میدونستم یه جایی اونم حس کرده. حتی اگه نبوده دلش بوده. ناهید اون میدونست. و من همونجا فهمیدم گاهی وقتا حتی اگه دیر باشه بعضی اعترافها، بعضی اسما، بعضی اشکا آدمو از نو متولد میکنن. روز بعد برگشتم خونه، اما خونه‌ای که دیگه مثل قبل نبود. آینه قدیمی پذیرایی که سالها هر صبح خودمو توش می‌دیدم، حالا برام یه چیز دیگه بود. هر بار که بهش نگاه می‌کردم، دنبال چیزی می‌گشتم که تا دیروز نمی‌دیدم. یه شباهت، یه نشونه، حتی یه کجای صورت که شاید از مهرداد به ارث برده باشم. ولی چیزی پیدا نکردم. خودمم برام ناآشنا شده بود. همه چیز تو سکوت می‌گذشت. نه با نسرین زیاد حرف می‌زدم، نه با دخترم. انگار مغزم هنوز داشت تجزیه می‌کرد که چی شد، چرا، چطور. روز سوم بعد از دیدار با پرستار، وقتی رفتم سر خاک پدر و مادری که بزرگم کرده بودن، یه حس عجیب گرفتم. ایستاده بودم بالای قبرایی که تا همین 1 هفته پیش فکر می‌کردم همه چیز منن، پدر، مادر. ولی حالا چی؟ با این همه حقیقت تازه بازم باید بهشون بگم پدر و مادر؟ نشستم. دست کشیدم روی سنگ قبر مادرم. یه صدایی توی دلم گفت اون بزرگت کرد. با عشق، با ترس، با همه محدودیت‌هاش. اگه مادر نیست، کیه؟ گریم گرفت. آره، شاید اون منو به دنیا نیاورده بود، ولی چیزی که بهم داده بود زندگی بود. بزرگم کرده بود، بغلم کرده بود وقتی میترسیدم، حتی اگه از حقیقت فرار کرده بود. آروم گفتم مامان، اگه هنوز میشنوی بدون که من میفهمم. شاید باید زودتر میفهمیدم، شاید باید یه جوری به من میگفتی. ولی نمیخوام بدون خداحافظی ازت دل بکنم. تو مادر منی، حالا و همیشه. از اون روز تصمیم گرفتم با این حقیقت زندگی کنم. نه فرار، نه انکار. فقط باهاش باشم. ببینم چجوری میشه ادامه داد وقتی پایه‌های گذشته فرو ریخته ولی دیوارها هنوز وایستادن. چند روز بعد نسرین با یه پاکت زرد رنگ اومد. گفت توی این پاکت تنها عکسیه که از مهرداد دارم. پشت عکسو نگاه کن. با دستای لرزون پاکتو باز کردم.
عکسی قدیمی، مردی با پیراهن 4 خونه، ابروهای پهن، لبخندی که انگار آشنا بود. پشت عکس نوشته بود: تابستون 53، مهرداد سهرابی، برای نسرین با آرزوی آینده‌ای روشن. آرزو؟ کاش میدونست اون آینده چطوری شد. کاش میدونست یه دختر 50 سال بعد داره صورتش رو تو عکس دنبال خودش میگرده. به نسرین نگاه کردم. گفتم: نمیدونم باید ازت متنفر باشم یا فقط بغلت کنم. نسرین لبخند زد. نه از سر خوشی، از سر رهایی. گفت: فقط بدون من هر روزی که ازت فاصله گرفتم 1000 بار مردم و زنده شدم. بلند شدم رفتم سمتش. اونم بلند شد. بغلم کرد. یه بغل طولانی، نه بین 2 خواهر، بین مادری که بالاخره پذیرفته شده و دختری که بالاخره حقیقت رو آغوش گرفته. اون لحظه انگار یه تکه از آینه شکسته درونم دوباره سر جاش برگشت. روزهای بعد انگار یه هوای تازه توی خودم پیچیده بود. نه از اون بادهایی که پنجره رو تکون میده. یه هوای عجیب که بیشتر از هر چیزی توی دل خودم جریان داشت. حالا هر بار که نسرین رو میدیدم صدام خود به خود نرمتر میشد. لبخندم صادقانه تر بود، حتی نگاه هم فرق کرده بود. اون حس خواهر مادری حالا توی رابطمون یه معنی تازه گرفته بود. ولی یه سوال بزرگ هنوز مثل خاری ته دلم مونده بود. آیا باید این راز رو به کسی دیگه بگم؟ به دخترم مثلا؟ به کسی که همیشه فکر میکرد مادرش زندگی ساده‌ای داشته که خانوادمون بدون هیچ داستان پنهانی بوده؟ به کسی که حالا مادر خودش بود و چشمش به من مثل یه ستون مطمئن بود؟ اگه میفهمید مادرش دختر یه اشتباه جوونی بوده که از یه رابطه پنهان، از یه سکوت 50 ساله به دنیا اومده، چی میشد؟ نظرش نسبت به من عوض نمیشد؟ با نسرین توی آشپزخونه نشسته بودیم. داشت چایی دم میکرد که گفتم: فکر میکنی به شیرین بگم؟ نسرین دستش رو از روی قوری برداشت. برگشت، نگاهم کرد. با همون صدایی که حالا دیگه بوی مادری میداد گفت: اگه جای اون بودی، میخواستی بدونی؟ سکوت کردم. نمیدونستم. واقعا نمیدونستم. نسرین ادامه داد: ببین ناهید، هر کسی ظرفیت شنیدن بعضی چیزا رو نداره. بعضی حقیقت‌ها برای نسل قبله. نه اینکه دروغ باشن، نه، فقط زیادی سنگینن برای دشوارهای امروز. اون شب با خودم کلنجار رفتم. دفتر خاطراتم را آوردم. شروع کردم نوشتن. همه چیز. از شب تولد تا عکس مهرداد تا بغض‌های نسرین. شاید یه روز شیرین خودش بخواد بدونه. و اون وقت حداقل بدون هیچ سانسوری واقعیت رو بخونه. از زبون من. اما فعلاً این داستان مال خودم بود. یه داستان نیمه کاره که تازه شروع شده بود. چند هفته بعد یه اتفاق عجیب افتاد. از بیمارستانی که پرونده مهرداد اونجا ثبت شده بود با هم تماس گرفتن. گفتن یه مرد مسن اومده اونجا برای یه چتاپ ساده و وقتی اسمشو گفتن پرستاری یادش افتاده که من دنبال این اسم بودم. اسم؟ مهرداد سهرابی. نفسم بند اومد. باورم نمیشد. خودش بود یا فقط یه تشابه اسمی؟ نسرین دستمو گرفت. گفت: میرین؟ گفتم: میرم. اگه اون نباشه فقط یه تلاش بی‌ثمره. ولی اگه باشه؟ اگه واقعاً خودش باشه، شاید یه فصلی از این داستان بالاخره تموم شه. نسرین گفت: فقط یادت نره، گاهی دیدن یه چهره قدیمی ممکنه بیشتر از ندیدنش آدمو بشکنه. و من با 1000 فکر، 1000 شک، 1000 امید نشستم توی ماشین و راهی شدم به سمت بیمارستان. تمام مسیر تا بیمارستان قلبم داشت از جا کنده می شد. صدای نسرین توی ذهنم تکرار می شد. گاهی دیدن یه چهره قدیمی بیشتر از ندیدنش آدمو میشکنه. اما من نمیتونستم برنگردم.
بعد از 50 سال زندگی توی سایه یه اسم، حالا بالاخره یه شانس داشتم که این مرد، این نام، این پدر تبدیل به یه تصویر واقعی بشه. وقتی رسیدم، پرستار منو به بخش بستری موقت راهنمایی کرد. اتاق آخر راهرو، شماره 23. پشت در که رسیدم پام سست شد. دستم روی دستگیره موند. صداهایی از داخل می اومد. یه صدای مردونه خشدار، یه جور صدا که انگار با دنیا قهره اما هنوز حرف داره برای گفتن. پرستار آروم بهم گفت آقای سهرابی، این خانم دنبال شما بودن. در باز شد. من رفتم تو و اون لحظه دنیا ایستاد. مردی روی تخت نشسته بود. صورتش چروکیده، پوستش آفتاب سوخته، اما چشمهاش همون چیزی بود که دنبالش میگشتم. یه چیزی توی عمق نگاهش بود که انگار از توی عکس قدیمی بیرون زده بود. اونم زل زد بهم، یه نگاه طولانی. نه با تعجب، نه با سردرگمی. با یه حس عجیب که شبیه آشنا بودن بدون شناختن بود. آروم گفتم آقای سهرابی، شما مهرداد هستین؟ سرشو کمی تکون داد. گفت بله خودمم، شما؟ لبام خشک شده بود. یه نفس عمیق کشیدم. نگاهش نکردم. فقط گفتم من ناهیدم، دختر نسرین. لحظه‌ای ساکت شد. پلک نزد. بعد لبخند محوی روی لباش نشست. اونقدر آروم که اگه دقیق نگاه نمی کردی نمی فهمیدی اتفاقی افتاده. گفت نسرین. پس بالاخره گفت. 50 سال دیر، اما گفت. سرمو پایین انداختم. اشک توی چشمام جمع شده بود ولی نمیخواستم همون اول بشکنم. گفتم چرا هیچ وقت دنبالم نیومدی؟ هیچ وقت نخواستی بدونی چی شد؟ من چی شدم؟ با صدای گرفته گفت میخواستم، اما هیچ کس اجازه نداد. وقتی خونوادمو مجبور کردن از اون محل بریم، حتی فرصت خداحافظی هم نداشتم. نسرین باردار بود، من هیچ وقت نفهمیدم، فقط رفتیم و هیچ وقت بر نگشتم. صداقتش، سکوتش و چینهایی که رو صورتش بود، همش یه جور تلخی داشت که به جای جواب برام سوال می ساخت. نشستم روی صندلی کنارش، بهش نگاه کردم. گفتم میدونی، من تمام عمرم دنبال یه چیزی میگشتم که نمیدونستم چیه. یه حس گمگشتگی، یه چیزی مثل جای خالی توی سینم. حالا فهمیدم اسمش چی بود. آروم گفت منم یه عمر هر وقت کسی تو خیابون صدا میزد بابا، سرمو میچرخوندم. با اینکه هیچ وقت پدر نبودم. سکوت کردیم. نه برای اینکه چیزی برای گفتن نداشتیم، برای اینکه بعضی دردها رو فقط میشه با سکوت تقسیم کرد. بعد از چند دقیقه مهرداد پرسید نسرین خوبه؟ هنوز ازم متنفره؟ گفتم از خودت نه، از روزگار شاید. اما الان بیشتر از همیشه به هم نیاز داریم. ما هر ستامون. چشمهاش خیس شد. سعی کرد دستمو بگیره. منم اجازه دادم. دستش خشن بود، سرد بود. ولی برای اولین بار تو زندگیم داشتم دست پدرمو لمس می کردم. پدری که 50 سال گم بود. پدری که هیچ وقت برایم پدری نکرد. ولی حالا اینجا بود و شاید هنوز هم وقت برای ترمیم چیزی باقی مونده بود. سکوتی که بین من و مهرداد تو اون اتاق کوچیک بیمارستان شکل گرفته بود، از هر کلمه‌ای سنگین‌تر بود. گاهی فقط نگاه می‌کردیم، نه به هم بلکه انگار به گذشته‌هایی که هیچ وقت با هم نداشتیم. مهرداد بالاخره آروم گفت تو چقدر از من میدونی؟ یعنی نسرین چی بهت گفت؟ گفتم به اندازه‌ای که بشه باور کرد تو پدرمی، ولی نه اونقدری که بشه قضاوتت کرد. سرش رو پایین انداخت. لبهاشو به هم فشار داد. انگار سالها منتظر این سوال بود. منتظر این حق. بعد آه کشید و گفت من هیچ وقت زندگی درستی نداشتم ناهید. تو اولین چیزی بودی که واقعاً به خاطرش ترسیدم. نه از خودت، از چیزی که ممکن بود ازم بگیره.
از اون موقع تا حالا 1000 بار تصور کردم ممکنه یه روز بیای، در بزنی، بگی من دخترتم، ولی هیچ وقت فکر نمی کردم واقعا اتفاق بیفته. گفتم اگه واقعا میخواستی چرا هیچ وقت نیومدی؟ نه تو، نه حتی یه نامه، یه تماس، هیچی. ساکت موند. چند لحظه طول کشید تا دوباره صداش در اومد. ترس از این که اگه بیام نسرین بگه برو، که بگه تو رو نمیخواد ببینه، و بدتر از اون ترس از این که تو هم منو نخواهی. صداش شکست. چشماش برق افتاد ولی اشک نریخت. منم نگاهش کردم با دلی پر از سوال، اما بعد یه لحظه مکث آروم گفتم میدونی من اومدم اینجا نه برای انتقام، نه برای عذاب دادن تو، فقط برای یه چیز ساده. برای اینکه بدونم کی هستم، از کجا اومدم، که دیگه با هر بار نگاه کردن به آینه حس نکنم یه تیکم جا مونده تو گذشته. مهرداد دستشو آورد بالا ولی وسط راه متوقف شد. گفت میتونم یه چیزی بپرسم؟ گفتم بپرس. آروم گفت میتونی یه بار، فقط یه بار صدام کنی بابا؟ نه به خاطر گذشته، نه برای من، فقط برای اینکه بدونم این صدا فقط یه بار واقعاً وجود داشته. نفس تو سینم حبس شد. نگاهش کردم. مردی که پدرم بود ولی هیچ وقت کنارم نبود. مردی که شاید اشتباه کرد ولی حالا اینجا نشسته بود، خالی، شکسته ولی صادق. و نمیدونم چرا. شاید برای دل خودم. برای دختر بچه‌ای که همیشه یه صدای مردونه میخواست که دستش رو بگیره. آروم با صدایی که از ته دلم میومد گفتم بابا. همین یک کلمه انگار تمام دیوارای بینمون فرو ریخت. همه چیز یخ زد و بعد گرم شد. مهرداد سرشو انداخت پایین، 2 قطره اشک افتاد رو شلوارش، ولی هیچ صدایی ازش در نیومد. من بلند شدم، دستمو گذاشتم رو شونش. نه به خاطر اون، به خاطر خودم، چون میخواستم ببخشم، چون میخواستم برگردم به زندگی که حالا دیگه با حقیقت شکل گرفته بود. قبل از اینکه برم گفت میشه دوباره ببینمت؟ گاهی. اگه نخوای دخترم باشی، میتونیم فقط 2 آدم باشیم که میخوان گذشته رو زنده نکنن، فقط درست تمومش کنن. لبخند زدم. گفتم ببینیم چی میشه. فعلا فقط بذار با هم حرف بزنیم، بدون نقش، بدون اجبار، فقط مثل 2 آدم که بالاخره همو پیدا کردن. و از اون اتاق که بیرون اومدم، حس کردم یه تکه از وجودم برگشته، تکه‌ای که گم شده بود. حالا شاید بتونم ادامه بدم، این بار از اول، اما با خودم آشناتر. اون شب وقتی برگشتم خونه، انگار بعد از یه سفر خیلی دور برگشته باشم. اما نه سفری با چمدون و بلیت، یه سفر درونی، سفری توی ریشه هام، گذشتم، زخمایی که خودم حتی نمیدونستم دارم. چراغ خونه روشن بود. شیرین نشسته بود با لیوان چای، داشت عکسای بچگیشو نگاه میکرد. تا منو دید لبخند زد. کجا بودی مامان؟ همش بیرونی این روزا. خواستم یه چیزی بگم، یه جمله عادی، ولی فقط لبخند زدم و گفتم داشتم دنبال یه تکه از خودم میگشتم. خندید. خب پیداش کردی؟ مکث کردم. آره پیدا شد، از جایی که فکر نمی کردم، ولی هنوز باید ببینم چطور باهاش زندگی کنم. اون شب تا دیر وقت نخوابیدم. نشستم پشت میز تحریر قدیمیم، همون میزی که سالها دفتر خاطراتم روش نوشتم. دفتر رو باز کردم، خودکار رو برداشتم و زیر همه چیزهایی که قبلا نوشته بودم یه خط کشیدم. از اون شب تصمیم گرفتم یه دفتر جدید باز کنم. نه، برای اینکه گذشته رو فراموش کنم، برای اینکه ازش فرار نکنم، برای اینکه حقیقت هر چقدر هم تلخ بخشی از منه. تو اون صفحه اول نوشتم دختر نسرین بودن یعنی مادر داشتن با نام خواهر، یعنی پدری که نبود اما اسمش همیشه یه جایی توی روحم میچرخید،
یعنی بازنویسی خودت وقتی فکر می‌کنی دیگه دیر شده. ولی هیچ وقت واقعاً دیر نیست. نه برای فهمیدن، نه برای بخشیدن. چند هفته بعد نسرین اومد خونمون. شیرین هم بود، نوام هم اون وسط میچرخید، یه فضای آروم، عادی، شاید حتی معمولی. اما من و نسرین با نگاهامون هزار چیز نگفته رو رد و بدل میکردیم. دیگه نیاز به گفتن نبود. همه چیز آروم بود تا وقتی شیرین گفت مامان چند وقتی عجیب شدی؟ همش ساکتی، تو فکری، اتفاقی افتاده؟ نسرین یه لحظه نفسشو حبس کرد. من فقط لبخند زدم. خواستم بگم همه چی رو بگم، اما نه اون روز نه اون لحظه. گفتم فقط یه سری چیزا هست که وقتی زمانش برسه خودت میفهمی. هممون یه روزی باید با گذشتمون روبرو شیم. منم تازه این کارو کردم. شیرین چیزی نگفت، فقط نگاهم کرد. یه نگاه پر از پرسش ولی با احترام. بعد از اون روز با مهرداد چند بار دیگه هم دیدار کردم. آروم، بی هیاهو، بی اسم گذاشتن روی رابطمون. نه من اون دختری بودم که دنبال آغوش پدریه، نه اون مردی بود که بخواد نقش بازی کنه. فقط 2 نفر بودیم که داشتیم کم کم یاد می گرفتیم چطور میشه با گذشته‌ای پنهان شده دوباره حال رو ساخت. نسرین، اونم آرومتر شده بود. شاید چون حالا دیگه راز بار نبود. و شاید چون من به جای قضاوت انتخاب کرده بودم ببینم، درک کنم، ببخشم. و حالا همه چیز آروم نیست. هنوز لحظه هایی هست که بغض گلومو میگیره، که سوالهای بی جواب توی سرم میچرهن. اما حالا میدونم کیم، از کجا اومدم و مهمتر از همه تصمیم گرفتم باهاش زندگی کنم. چون گذشته هر چقدر هم تاریک اگه پذیرفته بشه میتونه چراغ راه آیندت باشه. چند ماه گذشته، زندگی به ظاهر برگشته به همون ریتم قبلیش. اما من نه اون آدم سابقم، نه حتی شبیهش. انگار یه پرده از رو چشمم کنار رفته. همه چیزو با وضوح بیشتری میبینم. حرفایی که مادرم یا همون مادر خواندم نمیزاد، سکوت‌هایی که نسرین توی اون سالها داشت و حتی ترس‌هایی که مهرداد تو نگاهش مخفی کرده بود. ولی بین همه این تغییرات یه چیزی هنوز ذهنمو درگیر کرده. شیرین، دخترم، کسی که باید یه روزی یه جایی این داستانو بدونه. نه چون بهش بدهکارم، چون فکر میکنم همه ما حق داریم گذشتمونو بشناسیم، همونطور که من بالاخره شناختم. امروز نشستم و یه دفترچه جدید خریدم. نه مثل دفترهای خاطرات قدیمیم، نه رنگی، نه با قفل، نه با قلهای فانتزی. ساده، سفید و قرار تمام داستان توش نوشته بشه. از شب تولد 50 سالگیم شروع کردم. با همون جمله ها، همون لحظه‌ای که نسرین اون جعبه کوچیکو گذاشت روی میز و گفت این هدیه‌ات خاصه. باید تنها بازش کنی امشب. همه چی رو نوشتم. با صداقت، بدون کم و کاست. نه برای مظلوم نمایی، نه برای قهرمان ساختن از کسی. فقط حقیقت. چون فقط حقیقته که میمونه. نوشتم که چجوری شک شدم، چجوری دوباره خودمو از نو ساختم، چجوری فهمیدم مهرداد کیه، چجوری بغض کردم وقتی گفت فقط یه بار بگو بابا. و چجوری نسرینو بخشیدم حتی با اون همه سکوت و سالهای دوری. جلد دفترچه رو بستم، نوشتم پشتش با خودکار مشکی برای شیرین. وقتی زمانش رسید، از طرف مادرت، ناهید. شب که شد همه خواب بودن. رفتم توی اتاق شیرین. همونطور که خوابیده بود براش یه پتو کشیدم روی شونش. نوام کنارش نفس عمیق میکشید. چشمم افتاد به عکس 2 نفری ما روی میز. من و شیرین لبخند زنان. اون موقع هنوز نمیدونستم قراره یه روز این همه راز پشت این لبخند پنهون باشه. دفترچه رو گذاشتم توی کشوی میزش. قفل نکردم. نوشتم روی یه یادداشت کوچیک: یه روزی دلت خواست بدونی کیم، اینو بخون.
اما بدون من همون مادریم که همیشه دوستت داشتم. فقط حالا یه قصه اضافه دارم. اون شب خوابم نمی برد. نه از استرس، از یه آرامش غریبه. مثل بعد یه طوفان طولانی که تو دل دریا باشی و بالاخره به ساحل برسی. خیس، زخمی، اما نجات یافته. و شاید این بزرگترین ارثیه‌ای باشه که میتونم برای شیرین بذارم. نه ثروت، نه اسم، نه عکس‌های تکراری، بلکه حقیقت. حقیقتی که شاید تلخ بوده ولی حالا دیگه پنهان نیست. چند هفته گذشت. همه چیز آروم بود. دست کم ظاهراً. شیرین چیزی نمی گفت. نه از دفترچه، نه از یادداشت. نمیدونستم خونده یا نه. هیچ تغییری تو رفتارهاش ندیدم، اما ته دلم حس می کردم اون دفتر باز شده و حقیقت مثل یک بوی آشنا توی خونه پخش شده. یه شب که با هم تنها بودیم، داشتیم چای می خوردیم، گفت: مامان، همیشه فکر می کردم گذشته ها چیزایین که باید خاک بشن. ولی الان فهمیدم بعضی گذشته ها باید نفس بکشن. باید یه جا شنیده بشن تا آدم خفه نشه. نگاهش کردم. ساکت بودم. هیچی نگفتم. نه تایید نه انکار. فقط سرم و پایین انداختم. ادامه داد: دفترچه‌تو خوندم. یه شب که خوابم نمی برد. اولش شوکه شدم، بعد بغض، بعد یه جور حس افتخار. نه به داستان، به تو که تونستی اینو بنویسی، تونستی اینو نگه داری و باهاش زندگی کنی. چشمهام پر اشک شد. لبخند زدم و گفتم: ازت میترسیدم نگام کنی و دیگه اون آدم سابق و تو نگاهت نباشم. شیرین گفت: تو همون مادری، فقط حالا بزرگتر، واقعیتر، کاملتر. بعد از اون شب دیگه لازم نبود چیزی پنهون بمونه. من، نسرین، مهرداد، حتی شیرین تبدیل شدیم به یه خانواده جدید. با گذشته‌ای ترک خورده اما نشکسته. با رابطه‌ای که شاید تعریف شده معمول نبود ولی واقعی بود، خالص بود. نسرین کم کم بیشتر توی زندگیمون اومد. دیگه فقط خاله مهربون نبود. برای شیرین هم نقشش عمیق‌تر شده بود. نمیپرسید، فقط بیشتر نگاه میکرد، بیشتر میفهمید. مهرداد؟ اونم تلاش میکرد. نه با ادعا، نه با جبرانهای شتاب زده. با حضور ساده و صادقانش. با همون فلاسک چای کوچیکش، با کتابهایی که همیشه توی دستش بود. با سکوت‌هایی که دیگه بوی پشیمونی نمیداد. بوی صلح میداد. یه روز توی پارک نوام دوید طرف مهداد و گفت: تو بابا بزرگ مامانی، درسته؟ مهداد مکث کرد. اشک تو چشماش حلقه زد. خم شد و گفت: اگه اجازه بدی خیلی دوست دارم باشم. نوام خندید و دستشو گرفت و اون لحظه حس کردم نسل بعدی ما داره بدون بار دروغ و ترس با حقیقتی که شاید سخت بود اما زنده بود قدم برمی‌داره. داستان من تموم نشد. هیچ داستانی تموم نمیشه. ما فقط یاد میگیریم چطور توش زندگی کنیم. چطور با گذشته کنار بیایم بی اینکه بخوایم پاکش کنیم. و حالا توی 50 سالگی برای اولین بار احساس میکنم واقعاً متولد شدم. نمیخواستم دیگه چیزی بنویسم. فکر میکردم داستان تموم شده. اما بعضی داستانا نه با نقطه که با 3 نقطه تموم میشن. با یه راه ادامه دار، یه سکوتی که تهش هنوز صدا هست. مدتیه که دارم به این فکر میکنم. چیزی که از خودم باقی میذارم برای نسل بعدی فقط عکس‌هام و وسایلم نیست. اون چیزی که واقعاً به جا میمونه خاطره است. داستانه و مهمتر از اون صداقته. تو نسل من هممون یه چیزی رو پنهان کردیم. ترس، عشق، اشتباه، حسرت. تو نسل نسرین سکوت تقدس داشت. ولی تو نسل شیرین گفتن مهمتره. شفاف بودن، پذیرفتن، زخمها رو نشون دادن بدون ترس از قضاوت.
برای همین شروع کردم به نوشتن یه چیز تازه، نه برای دفتر خاطرات، برای انتشار، برای گفتن. نمیخوام داستانم فقط توی کشوی دخترم بمونه. نمیخوام فقط یه راز خانوادگی باشه که چند نفر باهاش زندگی کردن و مردن. میخوام بقیه بدونن همه ما یه حقیقت پنهان داریم و فقط وقتی باهاش روبرو میشیم میتونیم آروم بگیریم. شیرین به هم گفت مامان باید اینو بنویسی، باید این قصه رو منتشر کنی برای زنهایی که سالها فقط نقش بازی کردن، برای دخترایی که فکر میکنن همه چی ساده است ولی یه جایی توی تاریخچه خانواده‌شون یه پیچ مخفیه، تو باید حرف بزنی برای اونا. نوشتم، شروع کردم از همون شب تولد. اسمها رو تغییر دادم جز اسم خودم چون دیگه دلیلی برای پنهانکاری نداشتم. با انتشاراتی حرف زدم. اولش مردد بودن اما وقتی دست نوشته هامو خوندن گفتند این یه داستان نیست، یه آینه است. خیلی ها خودشونو توش میبینن. حالا کتابم در آستانه چاپه و شاید وقتی توی قفسه کتاب فروشی ها میره هیچ کس ندونه واقعیه. هیچ کس ندونه ناهید واقعا وجود داره. اما من میدونم و این برای من کافیه. نسرین حالا دیگه یه جورایی آرومتره، نه به خاطر اینکه گذشته خوب شده، به خاطر اینکه دیگه سنگینی راز رو روی قلبش نداره. گاهی میاد پیشم میشینه و میگه هیچ وقت فکر نمی کردم بتونی اینو زندگی کنی و بعدش بنویسی. و من فقط لبخند میزنم چون نوشتن تنها کاری بود که ازم برمی اومد. مهرداد حالش داره ضعیف میشه. سن و سال بالا، تنهایی زیاد. ولی لبخندش هنوز گرمه. هر بار که نوام میپره بغلش و میگه بابا بزرگ، چشماش یه جوری برق میزنه که انگار یه عمر منتظر این صدا بوده. و من هر بار نگاهش میکنم نه به خاطر اشتباهش که به خاطر راهی که اومد تا بخشیده بشه یه حس خاص دارم. نه عشق، نه خشم، یه جور احترام برای مردی که شجاعت اعتراف داشت. گاهی تو آینه به خودم نگاه میکنم. خطای صورتم، چینهای گوشه چشمم، رد اشکهایی که سالها قبل ریختم، همشون یه داستانن. و حالا برای اولین بار حس میکنم این داستان ارزش گفته شدن داشت. همینم کافیه.